دخترم یه لحظه میای؟ به پیرزن همسایه نگاهی کردم و کولم رو دوشم جا به جا کرد. جلوتر رفتم و با لبخند گفتم بله خانوم. دستشو به عصاش گرفت و نفس عمیقی کشید و گفت مادر میشه بیای یه کمکی به من بدی؟ میخوام همین کمد رو جابجا کنم، نفسم نمیکشه. مادر یه کمکی بده. لبخندی زدم و این پا و اون پا کردم و به در خونمون که 3 در فاصله داشت نگاه کردم. بعدش به داخل خونه پیرزن نگاهی کردم که ببینم کمدش چقدره. میتونم اصلا با این بازو ضعیف و لاغرم تکونش بدم یا نه؟ اما توی حیاط چیزی نبود. پیرزن انگار که منظور نگاهمو فهمید گفت توی خونه است مادر، کوچیکه ولی به توان من پیرزن نمیخوره. لبخندی زدم و گفتم پس صبر کنید برم خونمون. اینجاست. به در خونمون اشاره کردم و ادامه دادم برم کولمو بذارم، از مدرسه آمدم، دیرتر برم مامانم نگران میشه. خبر بدم که خونه شما زودی میام. خواستم قدمی بردارم که بازومو محکم گرفت و گفت 2 دقیقه دختر خوشگل، زیاد وقتتو نمیگیرم. بعدم بی ربط گفت چه چشمای قشنگی داری. لبخند کج و کله‌ای زدم و ناچار سرمو تکون دادم و داخل حیاط خونه پیرزن شدم. پیرزن پشت سرم در بست. به حیاط ترگل ورگل نگاه کردم. بوی گل همه جا پیچیده بود. برو جلوتر عزیزم، غریبی نکن. راستی کلاس چندمی؟ با ذوق گفتم 12، دیگه آخرشه، دارم راحت میشم. خندیدم که پیرزن با لحن خاصی گفت آره تموم میشه، راحت میشی. رفتم جلوتر و در خونه رو باز کردم و یه پامو داخل گذاشتم که خشکم زد. خونه خرابه بود. هیچ چیزی سر جاش نبود و تار عنکبوت کثیفی همه جا بود و بوی خون میومد. پامو عقب گذاشتم، حتی دلم نمیخواست وارد خونه بشم. خواستم حرفی بزنم که پیرزن با زوری که نمیدونم از کجا آورده بود هلم داد داخل و تا برگشتم عصاش رو بلند کرد و محکم زد تو سرم. سرم گیج رفت و دنیا تاریک شد. چشمام میسوخت و دهنم خشک شده. بوی وحشتناک بدی توی هوا پیچیده. نشسته به دیواری تکیه داده. همه چیز یادم. با چشای بسته آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو تکون دادم، اما دستام بسته شده. با ترس چشممو باز کردم. تو یه اتاق بزرگ بودم و روبروم یه موجود با ناخنای بلند و دندونایی مثل گرگ نیش داشت 4 دست و پا آماده حمله بود. از دهنش تا چونش قطع خون خشک شده بود و با چشای درشت و وحشتناکش بهم زل زده. یه دفعه خورناسه‌ای کشید و به سمتم حمله کرد. جیغم با جیغ یه نفر دیگه قاطی شد و اون موجود که نمیدونم چی بود به عقب پرتاب شد و تازه زنجیرایی که از دست و پاش به دیوار بسته شده بود رو دیدم. به اطرافم نگاه کردم. یه دختر کنارم با سر و صورت خونی نشسته بود و با ترس آروم گریه. دهنش باز و بسته میشد اما انگار لال شده بود. منم لال شده بودم. باز به اون موجود نگاه کرد. اطرافش پر از استخون و خون و خودآگاه عق زدم و بالا آوردم. لباسم کثیف شد و حقم در اومد. بلند بلند گریه می کردم و جیغ می زدم و کمک می خواستم. صدای قفل در اومد. نه 1 بار، 4 بار صدای قفل اومد و بالاخره در باز شد و پیرزن داخل شد.
محکم را میرفت و انگار نه انگار که یه پیرزن و با عصا دیده بودمش. پوزخندی به من ترسیده زد و گفت هر چقدر دوست داری جیغ و داد کن. الان 2 طبقه زیر زمینیم. شاید معجزه‌ای شد. به سمت اون موجود رفت و سرشو ناز کرد و بوسید و با محبت بهش خیره شد. پسر عزیزم گرسنه نشه؟ اون موجود سرشو به پای پیرزن مالید و خورناسی آروم کشید. پیرزن نگاهی بهمون کرد و خندید و سمتمون قدم برداشت. نمیدونم چه اتفاقی قرار بود بیفته، اما هرچی بود چیز خوبی نبود. اومد نزدیک و دختر کناریمو با خشم بلند کرد و خندید. بوی بدی بلند شد و فهمیدم که خودمو خیس کردم. حق زدم و صدام از ترس در نمی اومد. پیرزن وحشتناک به هم نگاه کرد و گفت عوضی کثیف. نگاه ازم گرفت و دخترک رو کشید. دختر جیغ میکشید و مقاومت میکرد، اما زور پیرزن خیلی زیاد بود. میکشیدش به سمت اون موجود و اون موجود که پیرزن پسرم صداش زده بود با لذت و اشتیاق خیره این کشمکش بود. پیرزن موهای دختر رو میکشید و به سمت پسرش میبرد. پسرش هم با ناخونای بلندش دختر رو گرفت و جیغ دختر از درد فرو رفتن ناخوناش توی بدنش بلند شد. پیرزن عقب رفت و با لذت خیره پسرش شد. پسر دختر رو کشید و سرش رو گرفت و با دندوناش چشمایش رو در آورد و خیره یه جای خالی پیرزن بودم و صداش وقتی پسرش کامل دختر رو خورده بود توی گوشم برای 1000مین بار تکرار شد. نگران نباش دختر چشم قشنگ، فردا نوبت توه، دیر نمیشه، نگران نباش. نمیدونم چند ساعت گذشته بود و اصلا نمیدونم الان صبح بود، ظهر یا شب. فقط میدونم زمان زیادی گذشته بود. چشمام از بس باز بودن میسوختن. پاهام خواب رفته بود و حسشون نمیکردم. دستامم انقدر محکم بسته شده بودن که استخوناش تیر میکشید. اون موجود لعنتی توی خواب تکونی خورد. آب دهنم رو قورت داد. یه دفعه چشماش باز شد، نعره‌ای کشید و از جاش بلند شد و به سمتم حمله کرد. جیغ کشیدم. پسر به زنجیرا گیر کرد و به عقب پرت شد. نعره‌ای کشید و باز به سمتم اومد و به عقب پرت شد. نگاهش رو از من بر نمی‌داشت. روی 4 دست و پاش همون جایی که بود راه میرفت و عمرش می‌کرد. آب دهنم رو قورت دادم و چشمامو بستم و شروع کردم به ذکر گفتن. انقدر استرس داشتم که چرت و پرت میخوندم و اصلا حواسم نبود چی میخوندم. فقط میخواستم به هر چیزی برای آزاد شدنم چنگ بزنم. فقط میخواستم از این خونه لعنتی برم بیرون. صدای تیک قفل در اومد و چشمامو باز کردم و به در زدم. قفل‌ها یکی یکی باز شدن و پیرزن عوضی با اخم اومد. عصبانی بود، معلوم بود. به سمت پسرش رفت. پسر تا پیرزن رو دید ناله‌ای کرد و سرش رو به پای پیرزن مالید. پیرزن لبخندی زد و بعد با اخم به من نگاه کرد. ته دلم خالی شد. فقط تونستم زیر لب بگم خدایا کمکم کن. به سمتم اومد و بازومو گرفت و از جام بلندم کرد. به خاطر خواب رفتن پاهام روی زمین افتادم. پیرزن با داد گفت پاشو، فکر کردی این کارا باعث میشه نبرمت؟ پاشو دختر احمق. بلندم کرد.
کمی خون به پاهام برگشته بود اما هنوز نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. دوباره زمین خوردم و پیرزن با هم کشیده شد و افتاد روم. با مشتش محکم توی سرم زد. چشمام سیاهی رفت و بغضم شکست و جیغ زدم. ولم کن برو بمیر پیرزن عوضی. ولم کن نمیام. با عصبانیت موهامو گرفت و کشید. جون به پاهام برگشته بود و تلاش میکردم جلوی کشیده شدنش رو بگیرم، ولی زورم به پیرزن نمیرسید و هر لحظه به اون موجود که با اشتیاق به هم نگاه میکرد نزدیکتر میشدم. گریم بند نمیومد. سرمو چرخوندم و دست پیرزن رو محکم گاز گرفتم، انقدر محکم که فرو رفتن دندونمو توی پوستش حس میکردم. نعره‌ای کشید و ولم کرد. به دو رفتم سمت در. نفس تو سینم حبس شده بود. به در رسیدم و نور خیلی کمی از بالای پله ها معلوم بود و دیدم. یه دفعه از موهام کشیده شد و محکم زمین خوردم. یه طرف صورتم سوخت و جیغ کشیدم. موهامو گرفته بود و روی زمین همینجوری میکشیدم. نمیتونستم مقاومت کنم، حتی نمیتونستم بلند شم از روی زمین. به اون موجود آدمخوار که یک قدم با هم فاصله داشت نگاه کرد. مثل دیوونه ها میخندید. دستشو دراز کرد و بازومو گرفت. ناخناشو توی گوشتم فرو کرد و از درد داد کشیدم. دهنشو به چشمام نزدیک کرد. نفس داغ و بدش به صورتم خورد و گوشت و خون صورتش یه دفعه توی صورتم پاشید. روی زمین افتادم و با نفس و اشک به پیشونیش که با یک گلوله سوراخ شده بود نگاه کرد. پلیسا پیرزن گریون که جیغ و دادش تمام اتاقک رو برداشته بود و برد. من هنوز نمیتونستم نگاهمو از اون موجود با اون چشما و دهن باز و گلوله توی پیشونیش بردارم. گیج و منگ بودم. وقتی یه مأمور خانوم خواست دستمو باز کنه تکون بدی خوردم و جیغ کشیدم. انگار تازه به خودم اومده بودم. جیغ کشیدم. انقدر که سوزش گلومو حس میکردم و چشام بسته شد و هیچی نفهمیدم. شاید معجزه شده بود. اینکه دوستم وقتی میرم خونه یه پیرزن من رو میبینه و فرداش که میبینه خبری ازم نیست و پدر و مادرم هر چیزی که دیده بود رو میگه. شاید معجزه بود که پلیسا به موقع اومدن و نجاتم دادن. آره شاید معجزه بود. اما این وسط من بدجور داغون شدم که الان بعد از 1 سال از این ماجرا با هر لمس و نگاهی که بیشتر از 2 دقیقه روم باشه دلم میریزه و از جام میپرم و جیغ میزنم. من داغون شدم. منی که 1 شب خواب راحت ندارم. منی که رد زخما هنوز روی صورت و بدنم پاک نشد.